تا دم آخر جان ما خدا گرفتن، یا همون زن تا دم آخر جان به حق تسلیم کردن، نه از مردک یگان خوشبویی میبینه، نه در بدنش بیچاره خوشبویی را استفاده بردگی است. زنها آواز بلند ناپسندی نسبت های شوهر کردن، قهر الهی بیدار می شود، اون خاندان دیگه برکات نمیبینن. امروز جوان مردهای ما فقط دختری باکیره میگیرن، دیگر بیوه ها را سراغ ندارن، دیگر بیوه نمیگیرن، حتی بیوه بی فرزند نمیگیرن. چی کتابی از حدیث نباشد، برنامه های حیات چه تماشا کردم. خلاصش همین است که شوهر تا راضی کن جنت جای توست. عزیز، برای زنهاتان بهترین دوخی ها را خرید تا که اونا خوشبویی کنن، از خوشبویی اونا شما استفاده برید، انشاءالله ثواب میگیرید. شوهر اگر تو راضی کنی، همین شوهر اگر از تو خوشنود باشد، بیشک به نام خدا تو جنت جایت است، بیشک. چون دیدیم که اگر مرد بیگانه بوی خوشبویی های زنی بیگانه را بوی کشد، زنا گویا که کرده است. کلینه که خوش دامنش را میبیند، روی مالش را در سرش نمی کند، آیا این ناپسندی نیست؟ باور کنید یگانه چیزی که اونها را راست میکند، اونها را خوب میکند، اونها را معامله های درست می آموزاند، اونها را به برنامه های حیاتشان شناس میکند، یگانه قرآن است. به خدا قسم و خلاص. نالیش اکثریت گویم غم و دقت مردها را فرا گرفته است، به خاطر همین که زندگی های ناخوب دارند. مادرای عزیز، خدا شما را نگه دارد. شما بازم این که نمازهاتان میخوانین و زم این وقتی که خدمت شوهر میکنین، شما دیگر یگان شک و شبهه به نام خدا نیست. وقتی که ما حضرت یونس و ابراهیم و عیسی اونا را یک جانب میگذرونیم، همین شوهری که نه درجات پیغمبری دارد، نه درجه عالمی دارد، یک آدم بی سواد است، فقط 5 وقت نمازش میخواند، همین شوهر اگر تو راضی کنی، همین شوهر اگر از تو خوشنود باشد، بیشک به نام خدا تو جنت جایت است، بیشک. یگان دیگر برای تو ببین، یگان دیگر عمل مشکل، یگان گویم عبادت وزنین و ذمه تو دیگر واگذاشتگی نیستن مگر اینکه شوهرت راضی باشد. تمام همین راضیگی شوهر برای تو راضیگی خداست، راضیگی رسول است، دین است، راضیگی اسلام است و وارد شدن به جنت است. خواهر عزیز، به نام خدا هر چی خواندم، تمام آیات های قرآن در باب زنها، در باب مردها، چی کتابی از حدیث نباشد، برنامه های حیات تماشا کردم. خلاصش همین است که شوهر تا راضی کن جنت جای توست. خواهش میکنم با این سوال من پر را جواب گوید. من یک برادر دارم و صاحبی 3 فرزند خرد می باشد. طول 10 سال می شود که با همسرش زندگی دارد. در ایام 10 سال زندگی امروز برادرم با مبلغ کلان قرضدار شده است. آنها در شهر زندگی می کنند. زنش هر آنچه که شوهرش می گوید اطاعت نمی کند. با همراهی مادرم به نزد زنش به شهر رفتیم. کلینه که خوش دامنش را می بیند، روی مالش را در سرش نمی کند، آیا این ناپسندی نیست؟ و مادرم هرچند که او را فهمانیدیم میگوید شما ما را دروغ میگوید. هرچند حدیث ها از پیغمبر آوردیم، در آخر با زبان خودش میگوید که من دیگر زندگی نمی کنم. برادرم خانه را به نام زنش کرده است. امروز به زنش میگوید خانه را فروشیم، من قرضم را دهم و در کلاب خانه گیریم. راضی نمی شود. باز میگوید آن تلاواری هایی که خریدم فروشیم، میگوید نه نمی فروشم. خلاصه زنی دارد که نه شوهرش و نه اهل عائله امان را ناپسندی میکند. اگر زنی که شوهرش گوید که در دیگر جا زندگی میکنیم، سخن شوهر را رد کند، گوید که من به تو زندگی نمی کنم، حال این زن در این دنیا و آن دنیا چی می شده باشد؟ التماس پر را جواب گوید. شاید یگان
سخن شما تأثیر کند و از این راه پس ماند و فکر زندگی و فرزندان کرد خود را کند. خدا نگهبانتان باشد. دادرای عزیز، من باز برای شما قید میکنم تا زمانی که زنهای ما با خدا و با رسول اگر شناس نشوند، این رابطه، این گونه احوال از سر ما و شما دور نمی شود. باور کنید یگانه چیزی که اونها را راست میکند، اونها را خوب میکند، اونها را معامله های درست می آموزاند، اونها را با برنامه های حیاتشان شناس میکند، یگانه قرآن است. به خدا قسم و خلاص. امروز برای چی جوانای ما، من تنقید نمی کنم، من مادرها را دوست میدارم، به خدا قسم من مادرها را حرمت میکنم، من برای خاطری خوبی اونها به خدا قسم اگرچه من که عصبانی نمیشوم، لیکن هرچی هم اگر گاهی اگر به احساسات راه هم کدیم برای خوبیشان به خدا قسم گپ میزنم و ایلا چیزی غرض ندارم. ببین اکثر جوانهایی که امروز در همین خیلی زندگی های مشکل پسی سر میکنن، طاقت میکنن، به خاطر چیز؟ من میگویم به خاطری که این جوانها از خدا میترسن. به همین قدر خاطر زندگی هاشون نمیخواهن که ویران کنن، نمیگوین که من زندگی ما ترک میکنم، نمیگوین که من زندگی نمیکنم، زیرا از طلاق میترسن، زیرا میدانن که طلاق این ویران کننده حیات است، طلاق این گویم که بی آداب کننده فرزند است، طلاق بچه را از خانه بیرون کننده است، طلاق آبروی مرد و زن در جامعه و در نزد خدا میریزاندگی است. و این خاطر اینا که میدانند هیچ وقت نام طلاق نمیگیرند، نام ویران شدن زندگی را نمیگیرند. لیکن امروز افسوس که زنهای ما از این برنامه ها که خبر ندارند، از قیامت و از گور و از عذاب، از راحت کم خبردار که هستند. و این خاطر هر گونه نافهمی ها در زندگی ها می شود. خدا رحمت کند مادرای عزیز. سخن سعدی چه تعلیماتی خوبی هست. دری خرمی بر سرای ببند. خرمی را میدانه؟ خرمی برکت، خرمی آسایشتگی، خرمی یکدیگر فهمی، خرمی انصاف، خرمی دسترخوان پر، خرمی فرزندای با آداب. حضرت گفتند دری خرمی بر سرای ببند که آواز زن از آن برآید بلند. شما همون دری خرمی را، همون دری خیر و برکات بندین. وقتی که اگر زنها آواز بلند ناپسندی نسبت های شوهر کردند، قهر الهی بیدار می شود، اون خاندان دیگر برکات نمی بیند. برای این مادرای عزیز، به زندگیتان دلهاتان سوزد، به فرزنداتان دلهاتان سوزد. آخه فرزندا را فردا میبری. امروز جوان مردهای ما فقط دختری باکیره میگیرن، دیگر بیوه ها را سراغ ندارن، دیگر بیوه نمیگیرن، حتی بیوه بی فرزند نمیگیرن. ولی کجا بیوه هایی که فرزند دارین؟ شما فکر میکنین فرزندای شما در زیر گوییم که دست پیاندر گوییم و شما پیاندر میگوییم، آیا راحت میبینن؟ اگر یگان تا او اینها را اگر گوییم که مثل فرزندای خود اهمیت ندید، اکثریت او از فرزندای شما بیزارند. به شرط با تو نکاح میکنم که اگر فرزندات نزدیک من نمیاری. خواهر عزیز، از همه محبوب ترین چیز برای تو همین حیاتت هست. هیچ وقت حیات ویران نکن. پشیمان میشوی، به نام خدا پشیمان میشوی، لیکن پشیمانی دیگر فایده ندارد. وقتی یک بار در حیاتان داغ سیاه کی زد، دیگر هر چی کوشش کنین دیگر زندگی شیرین بعدی نمیبینین. همه وقت همین جنگتان، جنجالتان، همین طلاقتان در پیش چشمتان دور میگردد، دائم هست. برای این خواهر عزیز، مصلحت ها را با شوهرها کنین، با خشتامنها کنین، با خسرها کنین. احترام، آدابی که من در اولی صحبتم گپ زدم، آداب رعایت کنین. انشاءالله همه سختی ها میرود. خدا در قرآن فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا میگوید که تاجیکای ما و شما تحلیلش کردن.
پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات به خودش آسانی دارد. برای همین زود است که انشاءالله قبلا که شوهرت قرضدار نبود، اگه در دوام قرضدار شد کمک کنین، در پهلوش ایستین، از مشکلات برارین، باز انشاءالله خدا شما را صاحب شرایطهای خوب میگرداند. شنیدیم که اگر مرد بیگانه بوی خوشبویی های زنی بیگانه را بوی کشد، زنا گویا که کرده است. اگر زن خوشبویی کند زنا حساب می شود و اگر خوشبویی نکند یک بنده مؤمن از بوی عرق این زن آزار یابد. کدام این بهتر است؟ ما انتظار جواب. خواهر عزیز، بوی خوش استفاده بردن مردم فقط مرد برای مرد درست است. یعنی مرد اگر خوشبویی زند در پهلوش یک مرد دیگر نشیند از بوی خوشی و استفاده برد، قاعده همین است که باید گوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. لیکن برای زنها خوشبویی زدن در کوچه، برای مردها استفاده بردن این بوی، این اسلام اجازت نمیدهد. فقط بوی خوش بزن، هر نمود خوشبویی که باشد استفاده ببر، لیکن فقط از این شوهرت استفاده برد. لذت این فقط شوهر باید استفاده برد، نه برای مردهای کوچه. جوانای عزیز، برای زنهاتان بهترین دوخی ها را خرید تا که اونا خوشبویی کنن، از خوشبویی اونا شما استفاده برید، انشاءالله ثواب میگیرید. لیکن من باوری دارم که اکثریت مردهای ما و شما باور کنید تا دم آخر جان ما خدا گرفتن، یا همون زن تا دم آخر جان به حق تسلیم کردن، نه از مردک یگان خوشبویی میبینه، نه در بدنش بیچاره خوشبویی را استفاده بردگی است. باید مردهای عزیز استفاده برین، برین در دستشون خرسند میشوند، ثواب میگیرین، سنت رسول الله است. ابن عباس میگوید وقتی من در جایگاه خواب می در آمدم، از بوی خوشی جایگاه خوابم آنقدر خوشنود می شدم که دیگر خوشنودی من حد و کنار نداشت، زیرا جایگاه من خوشبوی می کردگی عائلم بود، زنم بود، هم خودش خوشبوی می کرد، هم بیستر و همون گویم که جای خوابی که من خواب می کردم همونجا را خوشبویی می زد تا زمانی که من واردی جایگاه خواب شدم. اینا را زناتون تعلیم کنین. خوشبویی را که بردی دادی میرسانی زنت، همین را من به خاطر آوردم که در بدنت استفاده ببر و من از این بوی خوش تو استفاده برم در حق دعای خیر کنم. جایگاه خوابی مرا خوشبو کن، خانه خواب مرا خوشبو کن. مرحمت انشاءالله بهترین ثواب که در حقم دعا میکند. داملای عزیز در حق ما هم شما هم دعا کنید. لیکن خواهر برای مرد بیگانه اجازت نیست. همه بیماری ها را شفای کامل و شفای عاجل